الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شبی بگریستم پیش خدا زار مسلمانان چرا خارند و زارند ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند الله ذوالجلال و خداوند پاک و بی همتا را شاکر و سپاسگزاریم که در این روز مقدس در این لحظه های نورانی به من و شما توفیق حضور عنایت فرمود برای ادای فریضه نماز جمعه. از الله ذوالجلال می خواهیم که آمدن من و شما را و عبادات و طاعات من و شما را به دربار بی‌نیاز خویش قبول بفرماید. عزیزان و سروران گرامی، بزرگترین نعمتی که الله ذوالجلال به یک انسان می‌دهد ایمان به الله است. بزرگترین سرمایه، بزرگترین ثروت، مایه نجات، مایه سعادت، مایه خوشبختی، مایه عزت، مایه قوت، مایه کرامت و هویت، سرمایه ایمان به الله و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به روز قیامت و حساب و کتاب و ایمان به پیامبران و کتابهای الهی و فرشتگان و ایمان به تقدیر خیر و شر به دست الله تبارک و تعالی. این سرمایه بزرگ یک انسان را به مرتبه‌ای میرساند که با هیچ صفتی، با هیچ سرمایه‌ای، با هیچ تعریفی به اون مقام و مرتبه نخواهد رسید. الله ذوالجلال
اهل ایمان را اهل جنت معرفی می کند، اهل ایمان را اهل عزت معرفی می فرماید. عزتی که در دست الله است، بهشتی که در اختیار رب العالمین است، و هویت و کرامت و جایگاه و مرتبه‌ای که خداوند عزوجل می دهد. همه اینها نصیب کسانی می شود که گوهر ایمان را به دست آورده باشند. در دنیا اگر کسانی مشهور باشند و در جامعه عزت ظاهری داشته باشند و سرمایه های هنگفتی را به دست آورده باشند و قدرت و منصب در اختیارشان باشد، اما وقتی ایمان را نداشته باشند، انسانهای بیچاره و انسانهای فقیر و مسکین و مستمندی هستند که در دنیا آرامش نخواهند داشت و بعد از مرگ سختترین سختی ها و عذاب ها و شکنجه های الهی و آتش و جهنم سوزان منتظر اونها خواهد بود. و کسانی که در دنیا ایمان داشته باشند، چه سرمایه‌دار دنیایی باشند و چه فقیر باشند، چه صاحب پست و منصب دنیایی باشند یا نداشته باشند، چه مشهور باشند یا گمنام باشند، این انسانهایی هستند که نزد الله تبارک و تعالی پرونده خوشبختی را و مدال سعادت و کامیابی را به دست گرفتند. الله ذوالجلال می فرماید ای مؤمنین و ای مسلمانان، اگر شما مؤمن هستید، اگر شما به الله ذوالجلال ایمان دارید، پس هرگز سست نباشید و غمگین نباشید. ولا تهینوا ولا تحزنوا. الله می فرماید شما سستی به شما راه ندهد، غمگین نباشید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما بلند هستید، جایگاه شما بلند است اگر شما مؤمن باشید، اگر شما مؤمن واقعی باشید. خداوند با تمام قدرتش با شما هست. خداوند بر شما آرامش های خاص را و سکینه و رحمت های ویژه را نازل خواهد کرد. شما پریشان نباشید. و الله تبارک و تعالی با وعده های بسیار زیادی در قرآن کریم ناامیدی را از اهل ایمان دور می کند، امید را تزریق می فرماید در دلهای مؤمنین با وعده های بسیار قوی و بسیار مستحکم و بسیار مؤکد. الله ذوالجلال مسلمان ها را قوت می دهد و وقتی که نیروی ایمان در دل انسان جای می گیرد، انسان آنچنان قوتی می گیرد که تمام قدرت های دنیا جلوی نگاه او هیچ و پوچ حساب می شوند. تمام تهدیدهای دنیا، تمام مشقت‌ها و سختی‌های ظاهری دنیا برای او بسیار بسیار کوچک معلوم می شوند. کسانی که در زمان فرعون به حضرت موسی ایمان آوردند، مثلشون رو الله ذوالجلال در قرآن کریم ذکر می کند. قبل از اینکه اینها ایمان بیاورند چقدر متأثر بودند از فرعون، از هیبت فرعون، از خدم و حشم و سربازان و قدرت و اسلحه فرعون، از دروغ پردازی ها و توهمگرایی های فرعون، از تکبر فرعون متأثر بودند و دنبال این میگشتند که به یک نحوی خود را به فرعون نزدیک کنند، فرعون را راضی کنند. به عزت فرعون قسم میخوردند، به نام فرعون سوگند میخوردند. وقتی که اون لحظه پیش آمد که در مقابل پیامبر خدا موسی علیه السلام قرار گرفتند،
از فرعون پرسیدن به ما چی میدهی اگر ما پیروز و غالب بشویم؟ فرعون گفت انکم اذا لمن المقربین، شما مقرب دربار ما میشوید، به شما پست میدیم، به شما مقام میدیم، به شما ثروت میدیم، به شما سرمایه میدیم، شما جزو مقربان میشوید، شما نور چشمی میشوید، سفارش شما پذیرفته میشود. این وعده ها اونها را در مقابل پیامبر خدا قرار داد. ولی وقتی که حقیقت را فهمیدند و ایمان آوردند، همین انسانهای بزدل و ترسو، همین انسانهایی که از هیبت فرعون متأثر شده بودند، آنچنان قوتی خارق العاده و شگفت‌انگیز پیدا می‌کنند که از تصور انسان مادی کاملا به دور است، از تمام معادلات مادی دنیا کاملا خیلی خیلی بعید است که متوجه بشود چه تحولی در درون این انسان به وجود آمد. تا چند لحظه قبل دنبال تقرب به فرعون بود، از هیبت او می ترسید. امروز و این لحظه که ایمان آورده است، تهدیدهای فرعون را می شنود. لأصلبنکم، من شما را به صلیب میکشم، من شما را به تنه‌های درختان نخل آویزان میکنم، من دست و پای شما را قطع میکنم، من شما را درس عبرت برای بقیه میکنم. اونها با لبی خندان میگویند فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هرچه تو حکم میکنی، هرچه تو دستور میدهی دستور بده، حکم اعدام میدی حکم اعدام بده، حکم زندان میدی زندان بکن، دست و پای ما را قطع میکنی قطع بکن. ما به الله ایمان آوردیم، ما فقط از الله این امید را داریم که ما را ببخشد که جلوی پیامبر او قرار گرفته ایم. ما از تو نمیترسیم، کل همین دنیا هست، هرچی که تو داد و فریاد میزنی، هرچی که تو فریاد میکشی و دستور به این لشکر میدی و به اون لشکر میدی، تو در همین دنیا فریاد تو شنیده میشود، اون هم توسط خدم و حشم و سربازان تو. اما ما میدانیم که آخرتی هست، ما متوجه شدیم که خدایی است که قدرتش بالاتر از همه قدرت‌های تو است ای فرعون. این ایمان از سروران گرامی که تحول به وجود می آورد، ایمان از یک انسان بزدل یک انسان شجاع می سازد، ایمان از یک انسان ضعیف یک انسان قوی می سازد. این یا ایمان از یک انسان گمنام یک انسان مشهور می سازد که در مقابل طاغوت‌های زمان یک تنه می ایستد و از هیچ چیزی پروا نمی کند. اگر تهدید به مرگ می شود میگوید شهادت در راه الله هست، اگر تهدید به زندان می شود میگوید خلوت با خدای من می کنم، اگر تهدید به تبعید می شود میگوید در سرزمین خدای من سیاحت می کنم و می گردم، خدای من با من است، جنتی و بستانی فی صدری هو معی لا یفارقنی، الله با من است، باغ من در دل من است، باغ ایمان در دل من است، محبت الله در دل من است، محبت به صفات الله، ایمان داشتن به خدا و روز قیامت در دل من آنچنان قوتی ایجاد کرده است که از همه این قدرت هایی که تو میگی من هیچ پروایی نمی کنم، از همه این تهدیدهایی که تو میکنی من هیچ نمی ترسم. این قوت ایمان است. سروران گرامی، بزرگترین سرمایه برای ما مسلمان ها ایمان است. فرق ما با کفار، فرق تو ای جوان مسلمان با اون انسانهای غربی که به خدا ایمان ندارند، ایمان به الله هست، ایمان به وعده های الله هست، ایمان به روز قیامت هست، اون ایمانی که سرنوشت ما را تعیین می کند، اون ایمانی که جهانبینی ما را تعیین می کند، اون ایمانی که بایدها و نبایدها، حرامها و حلالها، درست و نادرست زندگی ما را به ما تشخیص می دهد، اون ایمانی که نوری است در دل مؤمن. و الله تعالی فرموده است که انسانهایی که ایمان ندارند اینها مرده هستند. او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس،
کسی که مرده بود الله میفرماید ما او را با ایمان زنده کردیم، در دل او نوری گذاشتیم، با این نور در میان مردم راه میرود. او تشخیص میدهد اینجا فتنه است، او تشخیص میدهد اینجا شبهه است، او تشخیص میدهد اینجا بی‌تقوایی و شهوات است، او تشخیص میدهد که اینجا جهنم است، اینجا گمراهی است، اینجا ربا و سود است، اینجا گناهان کبیره است، اینجا بدعت است، اینجا خرافات است، اینجا شرک است. او تشخیص میدهد با نور ایمان کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا با اون کسی که در تاریکی های پشت سر هم و تاریکی های تو در تو قرار گرفته با هم برابر هستند؟ در تاریکی های شرک، در تاریکی های کفر، در تاریکی های بدعت، در تاریکی های خرافات، در تاریکی های جهل از خدا و روز قیامت و حقیقت. این حقیقتی که خیلی از دانشمندا از او بیخبرن، خیلی از فیلسوفا از او بیخبرن. این جوان مسلمان، اون پیرمرد مسلمان، اون زن و مرد مسلمانی که به خدا ایمان داره این حقیقت را دریافته است که بعد از این دنیا آخرتی هست. این حقیقت را دریافته است که همه این تهدیدهای اهل دنیا در دنیا خلاصه می شوند. چه بسا در دنیا هم انجام نمی گیرند و خود اونها قبل از انجام تهدید خودشون از دنیا می روند. ما به خدا ایمان داریم، ما به آخرت ایمان داریم، ما به تمام صفات رب العالمین ایمان داریم. اون خدایی که میبیند، اون خدایی که میشنود، اون خدایی که قدرت دارد، اون خدایی که رحم و شفقت بی نهایت دارد، رحمان و رحیم است، جبار و متکبر و قهار است. اون خدایی که منتقم است، اون خدایی که با مؤمنین محبت میکند. خدای ما با ما احساس عطوفت را منتقل میکند، یحبهم و یحبونه. خدایی که الان ما را میبیند، صدای ما را میشنود، از درون دل ما خبر دارد، علیم بذات صدور است، از تمام نیتهای درونی ما با خبر است، از همه فرد ما و اعمال فردی ما، اعمال انفرادی ما، اعمال اجتماعی ما، اعمال خلوت و جلوت ما با خبر است. پرونده ما در دست او است، خوشبختی و بدبختی در دست او هست. ما به او ایمان داریم. اینطور خدایی وقتی با ما باشد، چون تو با مایی نباشد هیچ غم، گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناهی یابی آنگه چی پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. اگر ما به الله واقعا ایمان داشته باشیم، دریا سپاه ما می شود، آتش سپاه ما می شود، گردبادها و طوفانها سپاه ما می شوند، سختیهای دنیا سپاه ما بر علیه کفر می شوند. اگر ما به الله ایمان داشته باشیم. در غزوه احزاب سروران گرامی وقتی که طوفان به پا می شود، در همون غزوه‌ای که پیامبر ما گرسنگی تحمل می‌کند، سنگ به شکم می‌بندد، صحابه سختی‌ها را تحمل می‌کنند، محاصره می‌شوند، خندق می‌کنند و حفر می‌کنند. در همون غزوه وقتی که نصرت‌های الهی برای اهل ایمان نازل می‌شود به شکل طوفان، اون طرف خندق طوفان است، اون طرف خندق دیگه ها را چپه کرده، اون طرف خندق اسب ها را فراری داده، اون طرف خندق شترها فرار کردند، اون طرف خندق است که واویلا است، همه با هم اختلاف پیدا کردن. اما این طرف خندق کمی هوا سرد است، با هم اهل ایمان محبت دارند و منتظر نصرت های الهی هستند. همین آب است برای فرعونیان، عذاب است برای اهل ایمان. حضرت موسی رحمت است و باعث رفع تشنگی است. همین دریا هست که حضرت موسی و قومش را نجات میدهد و فرعون و قومش را هلاک میکند. این دنیا در اختیار رب العالمین است. اگر ما با الله باشیم تمام این جهان با ما خواهد بود. چون تو با الله باشی، الله با تو باشد، تمام این جهان با ما خواهد بود. صحابه بر روی دریا راه رفتن، این افسانه نیست، این واقعیت تاریخی است که علامه ابن کثیر در کتاب تاریخ خودش ذکر کرده است. بر روی دریا راه رفتند و تعجب نکردند. تعجب از این میکردند که این دریا جلوی لشکر خدا رو چطور میخواد بگیرد. بزرگترین سرمایه ما ایمان است. به هر اندازه سرمایه بزرگ باشد به همون اندازه آفتها زیاد هستند، به همون اندازه دشمنها زیاد هستند. در طول تاریخ ما با ایمان برنده شدیم، در طول تاریخ ما با نصرت الله برنده شدیم.
هر جای نصرت خدا با ما بود و اهل ایمان بودیم ما پیروز شدیم، ولو اینکه قلیل بودیم و اندک بودیم و اسلحه کم داشتیم، اما وقتی که به اسلحه روی آوردیم و ایمان ضعیف شد نصرت الهی برداشته شد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به سپاه مسلمانان در یرموک نامه می نویسد، به خالد ابن ولید نامه می نویسد: لا اخشى کثرت الاعداء علیکم و قلتکم، من از کمی شما و زیادی دشمن نمی ترسم، ولکنی اخشى ان تعصوا الله فترک نصرتکم، من می ترسم که مبادا شما خدا را نافرمانی کنید و نصرت الهی را از دست بدهید. نصرت الله با اهل ایمان است، با کثرت نیست. الله می فرماید: لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. الله در جاهای زیاد شما را نصرت کرد و روز غزوه حنین هم شما را نصرت کرد. اون لحظه هایی که شما گفتید که الیوم لن نغلب من قلة، امروز ما دیگه لشکر کم نداریم، ما از کمی لشکر امروز ما شکست نمیخوریم. الله تعالی ابتدای جنگ شکست آورد، 2000 مسلمان تازه ایمان آورده جلو دویدن، زیر تیربار و رگبار تیرهای حوازن قرار گرفتن و ظاهر شکست شد. دوباره پیامبر صلی الله علیه وسلم وسط ایستادن و پای خودشون رو به زمین کوبیدن و فریاد کشیدن که الی عباد الله، شکست امکان ندارد، به سوی من بیایید، به سوی سیرت من بیایید، به سوی سنت من بیایید تا پیروز بشوید. یا اصحاب الشجره یا اصحاب الثمره، بدوید بیایید به سوی من. آنگاه نصرت‌های الهی نازل شد. ما در طول تاریخ با ایمان پیروز شدیم. ما یک امت ویژه هستیم. معادلات ما با معادلات جهان فرق می کند. رابطه ما با الله با بقیه فرق می کند. تصریح است در قرآن کریم. الله ذوالجلال می فرماید به مؤمنینی که در غزوه احد زخمی شدند، الله می فرماید: ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. ای مؤمنین، اگر شما زخم خوردید، اگر شما درد میکشید، کافران هم زخم خوردن و درد میکشند، ولی یک امتیازی شما دارید که اونها ندارن. اون چی است؟ ترجون من الله ما لا یرجون. شما یک امیدی به الله دارید که کفار ندارن. شما امیدی به الله دارید که یهود ندارد، که مسیحیت ندارد، که هندو ندارد، که بت پرست ندارد، که مشرک ندارد، که ستمگر و ظالم ندارد. شما الله را دارید. اون روزی که در غزوه احد ابو سفیان خطاب کرد، گفت: لنا العزا ولا عزا لکم، ما بت عزا داریم شما ندارید. پیامبر فرمود که جوابش رو بدید. چی بگیم یا رسول الله؟ فرمودند به اونها بگید که الله مولانا ولا مولا لکم. الله مولای ما هست، الله کارساز ما هست، الله معین و مددگار ما هست. اگر الله با ما باشد ما هرگز شکست نخواهیم خورد. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدا شما را کمک می کند، خدا قدم های شما را ثابت می کند. الله ولی الذین آمنوا، خدا کارساز است، خدا همراه است. لذا وقتی که این نعمت بزرگ را دیدن، دشمن ها بر علیه ایمان مسلمان ها لشکر کشی کردند. خوب توجه بکنید، بر علیه اجسام و بر علیه سرزمین ها نه، قبل از همه اینها بر علیه ایمان و بر علیه تفکر اسلامی، بر علیه دلهای مسلمان ها و بر علیه عقیده مسلمان ها اونا لشکر کشی کردند. لشکر شبهات را و لشکر شهوات را، لشکر بیدینی را، لشکر بی‌حیایی را به سوی مسلمان ها سرازیر کردند. علامه سید ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه می‌فرماید که دو تا دشمن را بر مسلمان ها مسلط کردند، اختر و افتک من التتار و المغول. می‌فرماید این دشمن ها از تاتار و مغول خطرناکتر و درنده تر هستند. این دو دشمن کیا هستند سروران گرامی؟ اینها بیگانه نیستند.
دو تا دشمن، یکی فرمود ضعف الایمان و العقیده. اولی دشمن ضعف ایمان و عقیده را در مسلمان ها تحریک کردند و به سوی مسلمان ها فرستادند با تحریک شهوات، با تحریک شبهات، با دور کردن جوان مسلمان از دین، از مسجد، از ایمان، از قرآن، از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، با شبهه ایجاد کردن در قرآن، در فقه اسلامی، در سیره پیامبر، در حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. با ایجاد شبهات و شهوات ضعف ایمان را در مسلمان ها ایجاد کردند. مسلمان اعتماد نداشته باشد به خدایش، اعتماد به دینش نداشته باشد، اعتماد به احکام شریعت نداشته باشد، اسلام را یک دین قدیمی بداند، بگه تاریخش تمام شده. امروز قرن 21 است، قرن تکنولوژی و هوش مصنوعی است، فناوری های نو آمده، اسلام ما قدیمی شده، نمیتونه در این زمان زنده بماند. این شبهات را مطرح کردن و ضعف ایمان را در تحصیل کردگان ما، در بازاریان ما، در زن و مرد ما ایجاد کردند. به وسیله همین فضای مجازی، به وسیله شبکه های ماهواره‌ای، به وسیله کتاب ها و نوشته ها و مجلات و رسانه ها، اینها اسلام را بر علیه اسلام تبلیغات کردند، اسلام را یک دین خشونت معرفی کردند، اسلام را دین عقب ماندگی معرفی کردند، ایمان مسلمانان نسبت به اسلام ضعیف کردند. این اولین و خطرناکترین دشمن بود که بر علیه ما مسلط کردن سروران گرامی. و دومین دشمن احساس حقارت و خودکمبینی در مسلمان ها تزریق کردن. مسلمان خودش را هیچی حساب نمی کند، مسلمان اعتماد به نفس ندارد، مسلمان به داشته های خودش اعتماد ندارد، مسلمان احساس ضعف می کند، احساس شکست می کند، احساس فلاکت و بدبختی می کند و مسلمان می گوید من جهان سوم هستم، من عقب مانده هستم، بدون غرب ما هیچ هستیم. این را تزریق کردن. به قول اقبال رحمت الله علیه که از این مسئله بسیار ناراحت است و بقیه متفکران جهان اسلام می‌فرماید قیمت شمشاد خود نشناختی، سر به دیگر را بلند انداختی، مثل نی خود راز خود کردی تهی، بر نوای دیگران دل می نهی. گرم رو در جستجوی سرمه ای، واقف از چشم سیاه خود نی. تو خودت چشمان سیاه داری، نیاز به سرمه غرب نداری، تو خودت توانایی داری، تو خودت قدرت داری، تو خودت هویت داری، نیاز نیست که غرب برای تو هویت ثابت بکند. تو توان داری، تو خدا داری، تو سیرت پیامبر داری، قرآن داری که به تو تزریق میکند روح را، ایمان را، نور را، عزت را. هر لحظه تو میتونی با پیامبر صلی الله علیه و سلم با درود گفتن، با خواندن سیرتش، با اتباع سنتش ارتباط داشته باشی. تو که به یک جای محکم متصل هستی. دین فرقش با فلسفه های دیگر این است که دین ثابت است، تجربیات بشر متغیرند، دین تغییر نمی کند، دین تقدیر الله است، دین ساخته و پرداخته وحی الهی است که هرگز خطا نمی کند، هرگز پشیمان نمی شود، هرگز اشتباه نمی کند. ما افتخار داریم که به دینی ما ایمان داریم که تغییر نمی کند، به همون خدایی که تغییر نمی کند، به اعتقاداتی که تغییر نمی کند. تجربیات بشر، اکتشافات بشر هر روز تغییر می کنند. اونها در تزلزل هستند، اونها پایه هایشون سست و متزلزل است، اما پایه های اهل ایمان قوی است. مسلمان چرا متزلزل باشد و پریشان باشد؟ لذا این نعمت را ما باید قدردانی بکنیم، مواظب باشیم که این سرمایه را از دست ندهیم. چند تا کار بکنیم در پایان که با این کارها ما میتونیم جلوی این دوتا دشمن را بگیریم. خوب توجه بفرمایید سروران گرامی. آخرین نکات: وقتی ما در یک جنگ قرار میگیریم، در مقابل ما دشمن است، ما مسلح میشویم. وقتی ما در مقابل لشکرها قرار میگیریم، ما مسلح میشویم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. الله هم فرموده است مسلح بشید، آمادگی جنگی بکنید. آقا اگه توپ داره ما هم توپ داشته باشیم،
اگر هواپیما داره ما هم هواپیما داشته باشیم، اگر موشک داره ما هم موشک داشته باشیم. این در جنگ نظامی است. اما وقتی که ایمان ما مورد هجوم قرار میگیرد، وقتی که هویت ما مورد هجوم قرار میگیرد، این با اسلحه نمی شود، این با بمب اتم نمی شود. اگر کشور ما میلیون ها بمب اتم داشته باشد و تمام جهان را با بمب های خودش بترساند، اما ایمان را از دست داده باشد، هویت را از دست داده باشد، استقلال اسلامیش را و اعتقادش را از دست داده باشد، او هرگز موفق نخواهد شد. سروران گرامی، ما امروز همه پریشان هستیم از اوضاعی که در جهان اسلام است، از این روزهای سیاهی که بر امت اسلامی میگذرد. ما همه پریشانیم از آنچه که در غزه میگذرد، در غزه عزتمند مؤمن مجاهد مظلوم، در غزه‌ای که نمود ایمان است، نمود اعتقاد به خدا و پیامبر و قرآن و روز قیامت و عشق به شهادت است. از غزه گرسنه ما پریشانیم، از روزهای سیاه مردم میانمار ما پریشانیم، از روزهای سخت مردم سوریه ما پریشانیم. اما راه حل چیست سروران گرامی؟ دشمن وقتی توانست کشورها را از ما بگیرد که روی ایمان با ضعف ایمان ما کار کرد و شبهات و شهوات را به سوی مسلمان ها فرستاد و ضعف شخصیت ایجاد کرد. حکام مسلمان دچار خودباختگی شدند و ضعف شخصیت پیدا کردند. از آنچه داشتند، از جوانان غیور و مؤمنی که داشتند غافل شدند، از نعمت ایمانی که داشتند غافل شدند، از تمدن اسلامی غنی که داشتند غافل شدند، از قرآن و سیرت پیامبر که ثابت و قوی بود و در طول تاریخ حکومت ساخته بود و تمدن ساخته بود و ملت ساخته بود و پیروز کرده بود غافل شدند و دل بستند به غرب. برای اینکه از این ذلت در بیاییم، راه حل اولین راهش بازگشت به سوی خدا و توبه است. به قرآن برگردیم. ای جوان عزیز، قرآن را یاد بگیریم و مطالعه بکنیم. شبکه‌های مجازی را باز میکنیم، شبهه درست میکنیم بر علیه قرآن، بر علیه سیرت پیامبر ما که هر لحظه زندگی او برای ما الگو هست و هر لحظه زندگی او معصوم است و مؤید من جانب الله است و معیار است. برگردیم به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم، اعتماد بکنیم به الله و توکل بکنیم بر الله، به وعده های الله ایمان بیاوریم، ناامیدی را کنار بیاندازیم، امید را در دل جوانهای خودمون زنده بکنیم. جوان ما امروز ناامید شده است با این وضعیتی که در جهان اسلام میبیند. راه بازگشت به سوی الله هست. امید را الله هست که به ما برمیگرداند و الله میفرماید ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و الله میفرماید ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. این عزت را الله به ما برمیگرداند اگر ما به سوی الله برگردیم. و برای این کار لازم است که ما تاریخ اسلام را مطالعه بکنیم، زندگانی مجاهدان را مطالعه بکنیم، زندگانی مصلحین را مطالعه بکنیم. در منطقه ما بزرگانی که تحول ایجاد کردند و ایمان را دوباره زنده کردند بریم مطالعه بکنیم. حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله را بشناسیم و کسانی که در تاریخ معاصر ما نقش داشتند و نقش دارند، صفات اونها را، ویژگی های اونها را، عوامل سازنده شخصیت های اونها را ما بریم مطالعه بکنیم و فرزندان من را با این نیت تربیت بکنیم که فردا جای خالی اونها را پر بکنند. اگر کسی از ما رفت، ما فرزندان تربیت بکنیم که این جای خالی را پر بکند. لذا از الله تبارک و تعالی میخواهیم که وضعیت جهان اسلام را به عزت و شوکت حقیقی برگرداند و ما مسلمان ها را توفیق توبه نصیب بفرماید که بتوانیم جلوی این مشکلات جهان اسلام بیستیم و با توکل بر الله تبارک و تعالی به ظفر و پیروزی دست پیدا بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.